پس ما نباید وقتی کلاجمون تو حالت پایینه شروع کنیم الکی گاز هرز دادن ولی این پامون رو نتونیم بیاریم بالا. عزیزان نکته رو توجه داشته باشیم، موقع شروع به حرکت ما وقتی که گاز میدیم کلاجمون از نقطه پایین یا همون نقطه صفر شروع میکنه به بالا اومدن، یعنی تا وسط این کلاجایی که بالا هستن باید این کلاج بیاد بالا تا ماشین حرکت کنه. پس ما نباید وقتی کلاجمون تو حالت پایینه شروع کنیم الکی گاز هرز دادن ولی این پامون رو نتونیم بیاریم بالا، یعنی فقط یه گاز هرز بدیم و نتونیم پامون رو بیاریم بالا. اون میشه صدای ناهنجار ماشین، یعنی این صدا هی در میاد ولی ماشین شما رو به جلو حرکت نمیکنه. پس چقدر بهتره که ما تمرینی بکنیم که وقتی که داریم گاز میدیم این کلاجمون نرم باشه، وقتی گاز نمیدیم کلاجمون بره پایین، دوباره وقتی گاز میدیم کلاجمون بیاد بالا، وقتی گاز نمیدیم کلاجمون بره پایین. پس یاد بگیرین که پای گاز ما فقط این نیستش که فشارش بدیم بخواد ماشین اینجوری حرکت بکنه، ما باید بتونیم توی جاده کنترل کلاجمون، گازمون، ترمز یک نواختمون رو داشته باشیم.